خورشید از کدام جهت طلوع می‌کند؟ خیلی ساده. شرق درسته. شما بردارید. کدام شهر ایران به شهر بادگیرها معروف است؟ یزد. درسته. واسه وکیل الرعایا لقب چه کسی بود؟ امیرکبیر. نه. کریم خان زند. شهر شعر و ادب لقب کدام شهر است؟ شیراز. درسته. برترین گلزن تاریخ باشگاه رئال مادرید؟ زیدان. نه، شماره 7 معروف. حتما اسمشو شنیدین. کریستیانو رونالدو. بابا چقدر بردارین؟ شما که سمت راست زودتر گفتین. چیه؟ شما بردارین. بله. کارگردان فیلم بچه‌های آسمان؟ آقای مجید مجیدی. تنها پرنده پستاندار؟ آویزون میشه. خفاش. خفاش. شما زنگ زد. خفاش. پول سایدینیاشو در چیزی نیست. سوال بعد. 29 اسفند چه روزی است؟ ملی شدن نه. درسته. شما بردارید. بزرگترین حیوان خشکی؟ فیل. درسته. زنگ نزدیم ولی قبوله. چرا بعدش میزنی؟ کدام شاعر ایرانی به ملک الشعرا معروف است؟ شهریار. بهار. بهار. بله بهار. پلاتون تمام شد. تراور بذارید. کاشف قاره آمریکا چه کسی بود؟ کریستوف کلمب. درسته. یه از این رد صدای صداش. چه موتوریست. تخت جمشید در کدام استان قرار دارد؟ فارس. درسته. خسته نباشید. مبارکتون باشه. چند شدیم؟